خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیز. بخش دوم از بررسی و متن‌خوانی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزا محمد حسن ناینی از علمای عهد مشروطه و از موافقان در واقع مشروطه و نهضت مشروطه رو در خدمتتون هستیم. خب ما در قسمت قبل تا اینجا رسیدیم که میرزا در بیان خودش وقتی که میخواد به صورت به مبنایی ترین وجه شروع بکنه و توضیح بده انواع اقسام حکومت ها رو و اینکه چرا مشروطیت در واقع لازم هستش و مجاز از لحاظ اسلامی بلکه حتی از لحاظ اسلامی و احکام اسلامی واجب هستش، از حکومت شروع میکنه و اینکه هر جامعه‌ای لازمه که یه حکومت داشته باشه و مهمترین مسئله‌ای که برای هر حکومت و قومیت و ملیتی مطرح هستش چیزی نیست جز حفظ خودش. یعنی از اینجا از حفظ داره شروع میکنه، از موجودیت، از بودن شروع میکنه و ادامه میده که ببینیم تو چه نقطه‌ای در واقع این رو به اسلام و احکام اسلامی متصل میکنه. خب تا اینجا اومد، یعنی در واقع داره مبحث فلسفه سیاسی داره انگاری برامون میگه بدون اینکه فعلا هیچ سوگیری مذهبی داشته باشه. خب تا اینجا اومدیم و واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است. اینجا جالبه که نظام عالم رو، توقف نظام عالم رو به اصل سلطنت میدونه. یعنی بازم تنها نوع حکومتی که تو ذهنشون هست همچنان سلطنتی هستش و البته و همین سلطنت رو میخوان مشروطه کنن. یعنی تفکر در واقع اینه. جوری دیگه‌ای که حالا حکومت نوع دیگه‌ای باشه بخواد به لحاظ مثلا فرض کن جمهوری باشه یا هر نوع حکومت دیگه‌ای باشه رو فعلا چیزی توش نمیبینیم. یعنی ما اثری نمیبینیم در این کتاب. خب این دو اصل چیه؟ یعنی دو اصلی که برای حفظ لازم هستش داشته باشیم چی هستن؟ خب اصل اول حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی نمیر ذالک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت. دوم تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذالک و این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند. پس امنیت رو دو جنبه داد، یه جنبه داخلی که نظم و ترتیب برقرار باشه، در واقع دعاوی مردم به مراجع ذی صلاح ارجاع داده باشه و بالاخره هرج و مرج نباشه، هر کی نباشه، بتونن به یه مرجع ذی صلاح مراجعه کنن، حکم بگیرن، قانونی برقرار باشه. از یه طرف هم دولت وظیفه داره که یک سری خدمات رو به مردم بده، از جمله تربیت، آموزش و از این لحاظ یعنی جنبه داخلی حفظ حکومت و جنبه خارجی که حفظ کنه از در واقع تعدی ملت‌های خارجی یا دولت‌های خارجی که بخوان مرزها رو از بین ببرن یا حمله کنن وطن رو در واقع یا مملکت رو در واقع اشغال کنن. این هم جنبه دوم حفظ حکومت هستش که این دومی رو یعنی حفظ از تعدی‌های خارجی رو به اصطلاح حفظ بیضه اسلام میگه و در واقع
معادلش رو حفظ وطن میدونه. این حفظ بیضه اسلام رو با حفظ وطن یکی میدونه، یا در واقع یه جوری داره معادل میگیره با هم دیگه، در حالی که واقعا شاید بشه گفت که در اون متون اصلی اولیه اسلامی ما یه همچین داستانی نداریم. یعنی اسلام اونطوری وطن به معنای جدید کلمه در واقع که بخواد یه ملتی وجود داشته باشه، نیشن استیتی وجود داشته باشه، اصطلاحاً وجود نداره. ما یه اسلام داشتیم و یه دارالکفر که کل مملکت‌های اسلامی رو ذیل دارالاسلام در واقع تعریف می‌کردن و هر آنچه بیرون اون رو دارالکفر یا دارالحرب تعریف می‌کردن. وطن به این شکل که اینجا ایران باشه، اونجا عراق باشه، اینجا نمیدونم سعودی باشه، اینجا ترکیه باشه، دیگه همچی چیزی ما توی اسلام نداریم. از منتهی الیه هند تا اسپانیا دارالاسلام میشد، توجه میکنی، و بیرون از اون میشد دارالکفر. حالا اینکه بخوای این حفظ بیضه اسلام که میگفتم منظور همینه، یعنی اینکه این مرز به این گندگی رو در واقع حفظ کنن از تعدی های خارجی. این رو چقدر آدم بتونه با مفهوم وطن که اینجا ایران، اینجا اردن، اینجا عراق، اینجا ترکیه است یکی بدونیم معلوم نیست. در واقع میشه گفت تو اسلام اون چیزی که باعث تمیز خودی و غیر خودی میشد دین بود، در حالی که در مفهوم جدید اون چیزی که باعث تمیز خودی و غیر خودی میشه ملیت، وطنه. سرزمین یه جنبشه از این ملیت و وطن و به اضافه یه سری المان‌های فرهنگی، تاریخی، فلان فلان، اینا باعث میشه که یه جا ایران بشه، یه جا ترکیه بشه و البته اون لب مرزها خب تا یه حدی بسته به میزان مثلا قدرت بوده یا نمیدونم مناسبت‌ها و روابط قدرت در اون زمان این مرزها رو مشخص کرده و قس الهذا. توجه میکنین؟ یعنی این با اون اسلامیت فرق میکنه و همین مسئله واقعا میشه گفت یکی از مشکلاتیه که تا همین الان هم مونده. واقعا وقتی مثلا به دوران خودمونم نگاه میکنیم میبینیم مشکل وطن واقعا هنوز حل نشده. یعنی اینکه رابطه وطن با اسلام، با مسلمان‌های عالم چی هستش و کدوم یکی بر کدوم یکی ترجح داره، واقعا این رو، یعنی واقعا یکی از مشکلات نظری حکومت ما هست، اینو میتونیم بگیم. ولی خب اون داره یکی میگیره. این معادل گرفتنای ساده انگارانه اون زمان که اینو با این یکی بگیریم، این اسلام و با این مدرنیته یکی بگیریم، اینا همه بعدن دوباره سرش باز میشه. یعنی اینطوری نیست که این آقا این کارو، این معادله رو بگیره و مسئله ختم بشه. مسئله انقدر عمیقه که دوباره سر باز میکنه. و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است. ببین اینجا به شریعت برگشت. احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه اش دانم. خب حکمت عملی همونطوری که میدونیم توی فلسفه 3 تا حکمت به 3 بخش تقسیم میشد دیگه: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، که حالا این سیاست مدن رو میگه قسمت دوم از حکمت عملیه است. این تقسیم ارسطویی، مشایی، ابن سینایی اینا هستش، داره به اون اشاره میکنه. شدت اهتمام عظمای از سلاطین متقدمین فرس و روم در انتخاب حکمای کاملین در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تورع از ترفع قاهرانه از این جهت بوده و بلکه ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعیه چه از انبیا بوده و از حکما همه برای اقامه این وظایف و تمشیت این امور بوده و در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه مفرد فرموده اند.
خب اینجا میگه که خب چون این در واقع جزء اصول عقلیه هر تمدن و حکومتی هستش، تو شریعت مطهره اسلام هم به این توجه کردن و میگه اصلا یه چیز مخصوص اسلام هم نیست. تمام سلاطین متقدمین فرس و روم، یعنی ایران و اروپا، همه این کار رو میکردن. از قبل مراجعه میکردن به عالمترین و کارآمدترین آدم ها، اونها هم این رو قبول میکردن، یعنی دو طرفه بوده. هم اینا مراجعه میکردن به آدمای متخصص، هم متخصصا میومدن ذیل حکومت قرار میگرفتن برای اینکه چیکار کنن؟ این امور داخلی و خارجی رو به بهترین نحو تمشیت کنن. خب قبول. اسلامم اومده، حالا ادعا اسلامم اومده این چیزایی که قبلا بوده رو، یه سریاش ناقص بوده، اینا رو تکمیل کرده و یک پکیج کامل از در واقع احکام سیاسی و تمدنی رو در اختیار گذاشته و گفته مطابق این باید عمل کنیم. دوم، خب پس بخش اول چی بود؟ بخش اول این بود که مردم باید هر ملتی باید حکومت داشته باشه. بخش دوم میاد اقسام سلطنت رو میگه. اقسام سلطنت یعنی حکومت رو مساویه با سلطنت میدونه، جور دیگه حکومت رو معنا نداره براش. و شاید هم میشه گفت اون موقع، تا اون موقع هم نبود البته، فرانسه جمهوری بوده میشه گفت، یعنی بعد از انقلاب کبیر فرانسه جمهوریت حاکم شد دیگه، که حالا شاید از این تحولات خیلی مطلع نبودن. اقسام سلطنت و کیفیت استیلا و تصرف سلطان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا ولایتیه بودن و شق ثالث نداشتن بر یکی از دو وجه متصور تواند بود. خب میگه من از دو حکومت رو به دو اعتبار میشه تقسیم کرد، یکی سلطنت تملیکیه، یکی سلطنت ولایتیه. حالا توضیح میده و میگه شق ثالثی هم نداره، تمام سلطنت ها اینطوری هم. خب سلطنت تملیکیه، اول آنکه مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید. مملکت را به ما فیها مال خود انگاره و اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام، برای مرادات و درک شهوات مسخر و مخلوق پندارد. هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند و هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه به خورد سگانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تحریش و به نهب و غارت اموالش وادارشان نماید و هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافیش ببخشد و هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند. و این جمله تموم نمیشه. ببینید داره میگه سلطنتی از تملیکیه که شاه خودش رو مالک تمام اراضی و انسانهای اون مملکت میدونه، یعنی خودش، یعنی همه مملوک این آقا هستن، این پادشاه هستن و اموال شخصیش هستن. خب به هر مالی میتونه، در هر مالی میتونه تصرف کنه، تمام اراضی رو میتونه بگیره و میگیره. مردم هم مثل بنده ها و کنیزانش هستن، مرد و زن، و بر همین اساس میاد حکومتش رو میچینه، بر همین اساس میاد میچینه، کارگزارانش رو بر این اساس انتخاب میکنه و هر کسی که توی این کار بتونه کمکش بکنه در واقع مقرب میشه در دستگاه حکومتی این پادشاه و هر کسی که بخواد مخالفت کنه کشته میشه، سرکوب میشه، اموالش گرفته میشه، فلان فلان فلان. داره توضیح میده و هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار
و خراج را هم از قبیل مال الاجاره و حق الارض ملک شخصی خود استیفا و در مصالح و اغراض شخصیه خود مضمون. تمام شخصه، یعنی تمام رو مصلحت و منافع یک شخص داره این حکومت در واقع میگرده و اداره میشه و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستقلاتش منوط به اراده و میل خودش باشد. یعنی درست مثل کسی که مالک یه زمینه، اونم داره با مملکت و مردم اون مملکت به همون نحو رفتار میکنه و اگر نظم و نسقی هم داره تو مملکت در واقع رعایت میشه و به اصطلاح مورد مراعات قرار میگیرد، چیزی نیست جز تمشیت امور یک مزرعه دار بر مزرعش، یک مالک نسبت به ملکش، انگار که داره یه ملک شخصی رو اداره میکنه، همه چیز بر اساس شخصی. بنابراین نظم و نسقی هم که تو اون جامعه و اون حکومت داره برقرار میشه بر اساس امیال، بر اساس منافع شخصی شاه داره انجام میشه. اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد به اندک چاپلوسی به حریف ببخشد، یعنی بذل و بخششان بر اساس در واقع چاپلوسی و اینا اتفاق میفته. و یا برای تهیه مصارف اسفار لهویه و خوشگذرانی بفروشد. اینجا داره به تیکشو به آقای ناصرالدین شاه و اینا میندازه که سفر فرهنگ میرفتن تو اون اوضاع احوال مملکت، سفر فرهنگ میرفتن، خوشگذرانی. و یا رهن گذارد، اون رهن قرض میگرفتن که مخارجشون رو تامین کنن برن سفر فرهنگ، شاه ایران این داره به اونجا میگه. و یا رهن گذارد و حتی دست درازی به ناموس را هم اگر خواهد ترخیص و بیناموسی خود را برملا سازد و باز هم با قدسیت و نحوها از صفات احدیت از اسمو خود را تقدیس نماید و اعوانش مساعدتش کند. میگه با این حال، با همه این جنایت ها و دزدی ها و خوشگذرانی ها و حتی بیناموسی هایی که انجام میده، آخرش میاد چیکار میکنه؟ خودشو میبنده به خدا، خودشو میبنده خدا و از خودش تقدیس به عمل میاره و میگه من در واقع نماینده خدا هستم. حالا شاه بود میگفت من سایه خدا هستم. و کسایی که این تقدیس رو در واقع بهش دامن میزنن و بهش میدمند رو چیکار میکنه؟ مورد عنایت خاص خودش قرار میده. یعنی بالاخره باید توجیه هم بشه دیگه. تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلا و شهوت و غضبش داند و بر طبق آن برانگیزاند. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. اینجا از یه عبارت قرآنی داره استفاده میکنه که در مورد خدا صادقه. میگه شاه هم این مقام رو بر خودش قائل هستش که مطلق هرچی میخواد انجام بده بدون اینکه به هیچ کسی پاسخگو باشه. معیار کاراش هم منافع شخصی. و این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در املاک شخصیه خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است، لحاظا تملیکیه و استبدادیه گویند و هم استعبادیه و اعتصافیه و تسلطیه و تحکمیه هم خوانند. میگه من این اسم این حکومت ها رو، این نوع حکومت ها چندین تا اسم داره. تملکیه یعنی ملک میدونه مملکت رو، خود ملک خودش میدونه. استبدادیه که استبداد داره به خرج میده. استعبادیه یعنی مردم رو به عبودیت خودش گرفته. اعتصافیه در اصل به معنای در واقع حکومت ظالمانه و ستمگرانه معنا میشه. تسلطیه یعنی تسلط پیدا کرده حکومتش. تحکمیه یعنی بر دیگران حکم میکنه بر اساس منافع شخصی و امیال و اهواء شخصی خودش. و هم هم خوانند. اینا انواع اقسام اسامی بود که به این نوع حکومت استبدادی میگن. و هم و جهت تسمیه و مناسبت اسماء مذکوره
هم با مسما ظاهر است. میگه معلومه که چرا این اسم روی این حکومت گذاشته میشه. و صاحب این چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم به امر و مالک رقاب و ظالم قهار و امثال ذالک نامه. خب محاکم مطلقه، حاکم به امر یعنی دستور میده، فقط دستورانه داره حکومت میکنه. مالک رقابه یعنی گویی خواجه و در واقع مالک انسان ها هستش. رقاب یعنی اینجا دیگه انسان میشه. و ظالم قهار. ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشند، حالا ملت چی میشن؟ اسرا، اذلا، ارقا. ارقا یعنی بنده ها، اذلام که یعنی ذلیل و پست، اسرام که یعنی اسیر. و هم به ملاحظه آن که حالشان حال ایتام و صغاراست، بی خبر از دارایی های مغصوبه خود، لحاظا مستصغرین که به معنی صغار و ایتام شمرده شدگان است هم خوانند. یعنی این مردم اذلا، اسرا، ارقا هستن، مستصغرم هستن. مستصغر یعنی صغیر و یتیم شمرده شده. صغار توی فقه اسلامی اصطلاحه که در واقع مثلا خیلی هم میگفتن اون ولایت فقیه در اصالت خودش ولایت بر صغار هست. صغار یعنی بچه یتیمی که ولی شرعی نداره، یعنی پدر نداره، پدر بزرگ نداره، جد پدری نداره. از این لحاظ فقیه، از این لحاظ در واقع یتیم بدون ولی هستش. به این آدم میگفتن صغار، صغیر یعنی هنوز به حد سن شرعی نرسیده، و بنابراین از لحاظ فقهی حق مداخله و لغتش یادم رفت، و اینکه بخواد اموالشو بفروشه و یا معامله انجام بده، املاکی که در واقع املاک و اموالی که به ارث بهش رسیده، اینا رو نمیتونه داشته باشه به لحاظ شرعی. اینا دست کیه؟ حکم اختیارش دست کیه؟ دست ولی هستش. وقتی ولی نداشته باشه صغیر شمرده میشه این بچه و میفته دست فقیه. و یکی از مصادیق ولایت فقیه همین ولایت بر صغاره، یعنی یتیمانی که ولی شرعی ندارن. و البته مجانین فلان اینام هستش تو اون حکمای اولیه‌ای که برای ولایت فقیه صادر شده. صغار و مجانین و اینا جزو مصادیق اولیه ولی فقیه هستن، ولایت فقیه حساب میشه. میگه از این لحاظ اینا مستصغرن، یعنی صغار شمرده میشن، مردمی که تحت این حکومت قرار گرفته باشن. و بلکه به مناسبت آن که حظ این ملت مسخره و فانیه در ارادات سلطانشان از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است که فقط برای قضای حاجت دیگران مخلوق و حظ استقلالی از وجود خود ندارند، لذا این چنین ملت مظلومه جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را مستنبتین یا مستنبتین هم خوانند. میگه یه همچین مردمی که تحت یه همچین حکومتی قرار بگیرن با گیاه فرقی نداره، چون هیچ استقلالی ندارن، هیچ استقلال وجودی ندارن، فقط برای استفاده شخص شاه و اطرافیانش اینگاری خلق شدن. از این لحاظ چیزی شبیه یک نبات هستن، یعنی یک گیاه. واسه همین بهش میگم مستنبتی که به معنای گیاه‌های صحرایی شناخته شدگان است. معادل فارسیش هم گفته مستصغرین، مستنبتین با ته 2 نقطه. درجات تحکمیه این قسم از سلطنت به اعتبار اختلاف ملکات نفسانیه و عقول و ادراکات سلاطین و اعوانشان
و اختلاف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف سلطنت و حقوق خود و درجات موحد یا مشرک بودنشان در فعالیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید و عدم مسئولیت اما یفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذالک از اسماء و صفات خاصه الهیه و بلکه ذات احدیت تعالی شأنه مختلف و آخرین درجه آن ادعای الوهیت است و تا هر درجه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند به همان حد واقف و الا به آخرین درجه هم چنانچه از فراعنه سابقین به ظهور پیوست منتهی خواهد بود. میگه آقا این طرز حکومت درجاتی داره و یا به قول فلاسفه مقول به تشکیکه. از درجه فرعون داریم که ادعای خدایی میکنه بر مردمان خودش و بر مملکت خودش تا درجات پایین تر. و این به چی بسته هستش؟ یعنی چی هستش که باعث میشه این درجات تا اون انتها طی نشه؟ خب یه سری عقل و ادراک خود سلاطین و اعوانشونه، اختلافات ادراک و علمشون هستش، موحد و مشرک بودنش یعنی دینداری خودش. یه وقت میگه مثلا پادشاهی آدم با وجدانیه، خب نمیره تا اون انتهای ظلم و ستمی که میتونه بره در این نوع حکومت کردن. خودش ترمز خودشو میکشه، مثل کریم خان زند. حالا ولی خب اگر که آدم بی وجدانی باشه میتونه تا اون انتهای کار، تا اون فرعونیت کامل پیش بره. و جالبه یکی از چیزایی که به اصطلاح ترمز این حکومت رو میکشه و اینجا بهش اشاره میکنه قوه علمیه اهل مملکت. یعنی هرچی مردم آگاه تر باشن، خیلی حرف این جالبه، این حرف برای 150 سال پیش 200 سال پیشه. میگه هرچقدر مردم اون مملکت آگاه تر باشن، حاکمانشون کمتر میتونن فرعون بازی در بیارن براشون. اینجا نشون میده که چقدر این آدم متفتن به امر آموزش هستش. چندین بار اینو میگه توی کتاب. خب اون فعالیت ما یشاء، حاکمیت ما یرید و عدم مسئولیت اما یفعل هم که یه پوینت و کردیت در واقع ادبی میتونیم به این متن بدیم که اینجا خیلی قشنگ در واقع تلمیح کرده از آیات قرآنی. و به مقتضای الناس علی دین ملوکهم، معامله نوع اهل مملکت هم با زیر دستان خود به طبقاتهم همان معامله اعتصافیه سلطان است با همه. میگه این طرز حکومت داری که استبدادی هستش و بقیه رو به زیر عبودیت خودش میکشونه، در طرز رفتار مردمان با خودشون هم و در طبقات مختلف اجتماعی با زیر دستای خودشون هم منعکس میشه و بازتاب پیدا میکنه. و اصل این شجره خبیثه فقط همان بی‌علمی ملت است. اینجا دوباره داره تأکید میکنه که اونجایی که ما داریم ضرر میبینیم و باعث میشه این طرز از حکومت داری در واقع باب بشه، بی‌علمی ملت. بی‌علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه در میان نبودن است. یه وقتی که حکومتی زیر نظر مردم نباشه، مردم هم آگاه نباشن به حقوقشون و ندونن که سلطنت، اون سلطان باید چه وظایفی نسبت به مردم و مملکت داره و باید چه خدماتی رو بهشون ارائه بده، از حقوقشون آگاه نباشن، اونم میتازونه. و وقتی که این آگاهی نباشه، به تبع نمیتونن حکومت رو زیر نظر ببرن و ازش بخوان
سوال جواب بکنیم. نوع دوم حکومت سلطنت ولایتیه هستش. دوم اینکه مقام مالکیت و قاهریت و فعالیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید اصلا در بین نباشد. یعنی کل اون سلطنت، صفات سلطنت الوهی که در نظر می گرفتند توی سلطنت تملکیه، این تو سلطنت ولایتیه نیست، در کار نیست. اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد. اینجا برای اولین بار حرف از مشروطیت میزنه. یعنی ما یه حکومتی داریم که یه حکومتی داریم، این حکومت ذاتاً یک سری وظایفی داره، یک سری وظایف نوعیه داره نسبت به مردم و اون مملکت، اون زمین‌ها، اون منابع و نسبت به اون مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن. این وظایف نوعیه رو این آقای حکومت باید نسبت به مردم انجام بده. هیچ بحث شخصی وجود نداره، هیچ تملکی وجود نداره، هیچ تسلطی در کار نیست، هیچ به رقیت کشوندنی در کار نیست. توی حکومتی باید یه سری کارا رو انجام بدی، منم تحت این حکومت هستم و این حکومت باید برای من یه سری منافع من رو تأمین کنه و من مرتباً دارم این حکومت رو میپام که آیا این کار رو میکنه یا نه، و من قدرت این حکومت رو به انجام همون وظایف دارم محدود و مشروط میکنم. این میشه سلطنت ولایتیه. خب اینجا همینو چیز میکنه. چرا میگه ولایتیه؟ به نظر من داره اینجا چون به اصطلاح شیعه است و بحث ولایت توی شیعه مطرح هستش، حکومت امامان شیعه رو داره در کانتکست در واقع سلطنت ولایتیه تعریف میکنه و داره در واقع از اون ولایت داره هزینه میکنه. خب اینم یه خوانش جدید از ولایته، در حالی که ما میدونیم که خیلی از خوانش هایی که از ولایت وجود داره در واقع با همون سلطنت تملکیه بیشتر در تطابق هستش. ولی خب اینا آقای میرزایی ناینی داره یه تفسیر جدیدی از ولایتیه میده. ولایتیه به مثابه یک حکومت مشروط رو داره بیان میکنه، یک حکومت مقید رو داره بیان میکنه. و این دو قسم حالا برمیگرده این دو حکومت رو با هم مقایسه کردن و این دو قسم از سلطنت هم به حسب حق حقیق متباین و هم در لوازم آثار متمایزن. میگه این دوتا حکومت اصلا با هم جمع نمیشن، هم به لحاظ فی نفس الامر یعنی از لحاظ حقیقت وجودیشون و هم در نتایجشون. یعنی اینطور نیست که مثلا از یه حکومت استبدادی همون نتایجی به بار بیاد که یه حکومت مشروطه اون نتایج رو به بار میاره. چه مبنای قسم اول به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادت دلبخواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل مرادات خود و مسئول نبودن در ارتکابات مبتنی و متقوم است. هرچه نکرد باید ممنون بود. فهمید چی شد؟ این جمله قشنگه. میگه هرچه نکرد باید ممنون بود. اگر کشت و مسله نکرد یا قطع به خورد سگان نداد و یا به نهب اموال قناعت و متعرض ناموس نشد باید تشکر نمود. میگه نوع اول حکومت فردیه، حکومت ظالمانه است، حکومت جائرانه است. اگرم یه جا میبینی که قساوت رو به حد اعلای خودش نمیرسونه و دیگه با بالاترین وجه نمیاد سرکوب بکنه مردم رو و مثلا دست به تعرض به نوامیسشون نمیزنه، اینا دیگه باید شما به فال نیک بگیرید و ازشون تشکرم بکنید.
داره تیکه میندازه. نسبت تمام اهالی به سلطان نسبت عبید و اماء و بلکه ازل از آن و به منزله احشام و اغنام و حتی از آن هم پست‌تر و به منزله نباتات است که فقط فائده وجودیه آنها رفع حاجت غیر خود، بهره و حظی از وجود خود ندارند. گرفتی چی شد؟ میگه مردمانی که تحت این حکومت هستن که آدم آزاد که نیستن، آدم بنده هستن، برده هستن، از بردم پایین تر در حکم حیوان هستن، از حیوان هم پایین تر مستنبتین یایته در حکم نبات هستن. یعنی هیچ استقلال وجودی ندارن، هیچ کرامتی ندارن، هیچ حظی از وجود خودشون ندارن. فقط در جهت رفع حاجت غیر خود اینگار دارن زندگی میکنن. و بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت و اهلش که درجات این خداوندی هم مختلف است خواهد بود. یعنی میگه این نوع مملکت یه نوع مملکت یه حکومت خدا انگارانه است که حاکم رو در جای خدا میذاره. البته درجات خداوندیش مختلفه. به خلاف قسم دوم یعنی سلطنت ولایتیه، چه حقیقت واقعیه و لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت. تو ولایت اینطوریه، ولایت رو داره به چی میخونه؟ اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت. پس اگر امام علی ولایت داره، ولایتش اینه، نه اون ولایت تکوینی که تو کتب کلامی هست، ولایت تشریعیش، ولایت حکومتیش. امام علی وظیفش اینه که بیاد چیکار کنه؟ نظم و حفظ مملکت رو برقرار کنه، نه یه حکومت استبدادی را بندازه، یه حکومت شخصی. و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود. و از این جهت اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود. خیلی جالب شد. ولایت میتونه به حق باشه، میتونه به اغتصاب باشه. یعنی اینطوری نیست که تمام حکومت‌های ولایتیه حکومت‌های دینی باشه. میتونن حکومت‌های غیر دینی باشن. به این معنا که از لحاظ نوعی، ببین میگه حکومت ولایتی یه حکومت نوعیه که هدفش انجام یه سری وظایف محدود و مشخص نسبت به اون شهروندان هستش. خب این حکومت ولایتیه میتونه از جانب خدا مثلا مشروعیت داشته باشه و میتونه نداشته باشه. بحث سر این نیست. یعنی این باعث نمیشه یه حکومت ولایتی بشه یا نشه. اگر این شرایط نوعیه رو در واقع رعایت بکنه، یه حکومت ولایتی خواهد ماند، چه به حق باشد یعنی از جانب خدا باشد مثل حکومت امام علی، چه به اغتصاب باشد یعنی همین حکومت سلطنتی که الان وجود داره و علمای شیعه همیشه معتقد بودن که حکومت‌های غیر از امام معصوم حکومت‌های غاصبی هستند که حق حکومت ولی معصوم رو در واقع غصب کردن. اگر این حکومت هم، همین حکومت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه هم متعهد به این بشن که به همین وظایفی که نسبت به مردم دارن عمل بکنن و قدرتشون مشروط و مقید به همین وظایف باشه و نه بیشتر، این حکومت هم حکومت ولایتی است. این جالب شد. آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک
و نسبت همه به آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک و مخدوم. یعنی حاکم در واقع چیه؟ یه کسیه که امین قرار گرفته و یه امانتی بهش سپرده شده. امانت توش نمیتونه تصرف بکنه، اون لغته که یادم رفته تصرف، توش نمیتونه تصرف شخصی بکنه. امانت در اختیارش قرار گرفته، یه سری وظایفی نسبت به این امانت داره، وظایفش و قدرتش هم و تصرفات و اختیاراتش هم به همین وظایف محدوده. هیچ نمیتونه از اون حدود و خطوط قرمز در واقع تجاوز بکنه. متصدیان امور هم همینه، همشون امینه. امین این حاکم والی امین فلانجا قرار گرفته، تمام شده رفت. یعنی یه امانتی بهش سپرده شده، یه سری وظایفی رو باید نسبت به اون امانت انجام بده، حفظش کنه فلان فلان، بیشتر تصرف و اختیار ندارد. و مانند سایر امنا و اجرا، اعضا و اجزا هم نوشته شده، در قیام به وظایف امانتداری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود. یعنی همین که پاشو از گلیمش دراستر بکنه و نسبت به اون حکومت یا مملکتی که به امانت بهش سپرده شده یه خورده بخواد از اون وظایفی که براش تعریف شده پاشو دراستر بکنه، مأخوذ خواهد، یعنی میگیرنش، باید پاسخگو باشه. و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساوات. یه چیزی دیگه هم اینجا گفت، و اینکه همه اون سلطان و اون متصدیان امور و اون والیان، سپاهیان، نمیدونم لشکریان، اون سیستم و بدنه بوروکراتیک، همه و همه هر کی مسئول هست نیست با تمام مردم و آحاد مردم، بازاری و کارگر و اینا در برابره در استفاده از اون منافعی که در اون مملکت وجود داره، که اینجا قوای نوعیه داره بهش میگه. یعنی منافعی که در اون مملکت وجود داره همه مساویه و شریکن، همه با هم شریکن، مساوی هم هستن، حق و حقوقشون هم مساویه. این چه امتیازی داره؟ فقط امانت داره. اتفاقی که برای این حاکم افتاده اینه که امانت دار شد و تازه مسئولیتش بیشتر شد. و در تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن. یعنی همه میتونن نسبت به سلطان چیکار کنن؟ اعتراض کنن و ازش مطالبه کنن و مسئولیت بخواهن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت. اینا بنده حاکم نیستن، اینا شهروند. حالا اینجا لغت شهروند به کار نبرده، احتمالاً اون موقع این لغت هنوز به اصطلاح هنوز نیامده بوده تو ادبیات، ولی خب اینا شهروندن، هیچ کسی مقهور کسی نیست، هیچ کس مملوک کسی نیست. تو رفتی اونجا یه امانتی بهت سپردن، یه وظیفه‌ای گذاشتن رو دوشت، باید اون رو انجام بدی. منم حق دارم به تو اعتراض کنم، آزادم، تو هم حق نداری منو به خاطر اظهار نظرم و انتقادم نسبت به خودت مورد مؤاخذه قرار بدی. و این قسم از سلطنت را مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه نامند. وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است، مقیده، محدوده به وظایف خودشه، عادله، عدالت توش رعایت میشه، مشروطه یعنی مطلق نیست، مشروطه در برابر مطلق، مسئوله یعنی پاسخگو، دستوریه اینجا اصطلاح قانون اساسیه در واقع که دستور میگفتن، اون موقع میگفتن دستور، تو عربی هم به قانون اساسی میگن دستور. و وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل.
یعنی حاکمش هم این اسما رو داره دیگه، شاه و فلان نیست، حارسه، قائم به قسط، مسئول، عادله. و ملتی را که متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشد محتسبین یعنی چی؟ یعنی حساب میکشن از حاکماشون. و عباد و احرار و احیاء خوانند. و مناسبت هر یک از اسماء مذکوره هم معلوم است. احرار یعنی آزادگان، احیا یعنی زنده ها، در برابر اون نباتات که میگم مستنبتین، در برابر اون مستنبتین اینا احیا هستن، یعنی آدمای سرزنده‌ای که در واقع استقلال وجودی دارن از خودشون. خب اسمت حافظ سلطنت ولایتیه. بحث جدیدی رو باز میکنه. خب میگه و چون حقیقت این قسم از سلطنت چنان که دانستی از باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است، پس لا محاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفرید در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر و بالاترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و ادای این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و استیثار متصور تواند بود، همان اسمتی است که اصول مذهب ما طایفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوع مبتنی است. چه به ضروره معلوم است که با آن مقام والای. خب اینجا چی میگه آقا از کجا مطمئن باشیم که اگر یه حکومتی ولایتیه شد، این آقایی که رفت به عنوان حاکم اون بالا نشست، هیچ تجاوز و تعدی نسبت به این امانتی که در دستش قرار گرفته نداشته باشه و این حکومت ولایتیه رو تبدیل به حکومت تملکیه نکنه و دچار استبداد نشه؟ میگه بحثی هستش در فقه وجود داره که باب ولایت و امانته و وقتی که امانتی در دست مؤتمنی قرار میگیره، تنها راهی که میشه در واقع مطمئن بود از این که این امانت رو داره خوب نگه میداره، بحث محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامل است. یعنی پاسخگو باشه، بتونیم حساب کتاب بکنیم ازش. این باعث میشه که در واقع اون حکومت تبدیل به حکومت تملکی نشه. ولی از لحاظ حاکم اگر بخواد این اتفاق نیفته براش و حکومتش تبدیل به حکومت استبدادی نشود، آنگاه باید معصوم باشه. داره اینو میگه حکومت ولایتیه در درجه اولا و به ذات باید معصوم باشه حاکم. چه به ضروره معلوم است که با آن مقام والای عصمت و علوم لدنیه و انخلاء از شهوات بهیمیه و اجتماع سایر صفات لازمه آن مقام اعلا که احاطه تفصیلیه به آنها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در منافیات و صلاح حتی از روی خطا و اشتباه و همچنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهی عز اسمه و مسئولیت و ایثار و الی تمام امت را بر خود الی غیر ذالک من الوظائف به جایی منتهی است که لا یصل الی ادراک حقیقته احد ولا ینال کنه عقل البشر. میگه اگه کسی اون اسمتی که ما با اون در واقع
اکستریمی که توی شیعه مطرح هستش که در واقع امام رو از هر خطا و اشتباهی مسئول میدونن به حفظ الهی و اینکه هیچ انسانی در نظر میگیرن که هیچ میل و شهوت در واقع حیوانی نسبت به امور دنیایی نداره و غیره و غیره. این اون اتفاق محاسبه و مراقبه در امام به بهترین وجه صورت میگیره با تأییدات الهی و عقل آدم اینقدر که قوی هستش این مسئولیت و معصومیت، عقل آدم بهش نمیرسه. لا یصل الی ادراک حقیقت احد، هیچ کسی به حقیقت این اسمت نمیرسه. حالا بحث اسمت به کنار، امام علی تا امام 12 فعلا در دسترس نیست. چیکار کنیم؟ و با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک، اگرچه به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات و هم از امثال بوزرج و مهر قوه علمیه و هیئت مسدده و رادعه نظاری انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای دارد. میگه خیلی کمه. میگه اگه ما امام معصوم نداشتیم چیکار کنیم؟ میگه خیلی کم اتفاق میفته که یه شاهی خودش مستجمع کمالات باشه مثل انوشیروان، یه آدمایی هم دورش بیان مثل بوزرجمه که خیلی آدمای عالم و حکیم و عاقلی هستن و آدمای کارآمدی هستن و میتونن تمشیت امور بکنن و به اصطلاح اینا به لحاظ ذاتی گرچه معصوم نیستن ولی سیستم داخلی خودشون یه طوری چینده شده، از بس آدمای عاقل و حکیمی هستن کارشون به اون جاهای استبدادی نمیرسه. یعنی اون اساس مراقبه، محاسبه، مسئولیت. ببینید 3 تا چیز وجود داره: مراقبه، محاسبه، مسئولیت، پاسخگویی. این سه تا رو خیلی کم میشه که خود سیستم سلطنت غیر معصوم واجدش باشه. لکن گذشته از آن که باز هم به مشارکت و مساوات ملت با سلطان و سد ابواب استیثارات در مالیه و غیرها و همچنین به آزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیر وافی و از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق. علاوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایابتر از عنقا و از کبریت احمرند و رسمیت و اعتراضش هم از ممتنعات است. توجه می‌کنی؟ میگه از بس این مسئله کمیابه و نایاب هستش ما نمیتونیم به این شمولیت و عمومیت بدیم، باید یه راه دیگه پیدا بکنیم. این که حالا بعد از قرنهای انوشیروان و بوزرج و مهری تو تاریخ با هم دیگه جمع بشن یه حکومت درست و حسابی غیر استبدادی را بندازن، این کجا میتونیم منتظر همچین داستانی بشیم؟ امام معصوم هم که در دسترس نیست، پس باید چی کار کرد؟ و غایت آنچه به حسب قوه بشریه جامع این جهات و اقامه اش با اعتراض و رسمیت به جای آن قوه عاصمه اسمت و حتی با مغصوبیت مقام هم ممکن، دوباره داره میگه و ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و قامت تواند بود، موقوف بر 2 امر است. میگه خب آقا من امام معصوم ندارم، اون حالت بسیار نادر هم نمیتونم منتظرش بشم کی بخواد اتفاق بیفته، بنابراین باید یه برنامه‌ای بچینم، یه داستانی بچینم که بتونم جامعه‌ام رو درست حسابی بر اساس یه سری اصول و در واقع قواعد عام و همه شمول جوری این رو ساز و کارش رو بچینم که
بتونم جامعه‌ام رو به پیش ببرم و مهم نباشه که چه حاکمی، کجا، اسمش کی باشه، نفرش کی باشه، هر کی میخواد بیاد باید مطابق این قانون کار بکنه، مطابق این قواعد کار بکنه، و وقتی اون توسط این قواعد در واقع محدود شد، اون وقت میتونم مطمئن باشم که سیستم حکومتیم داره درست کار میکنه. برای این اتفاق 2 تا چیز باید وجود داشته باشه. یعنی من اگه بخوام یه سیستم حکومتی درست کنم که در غیاب عصمت و در غیاب اون موارد نادر بخواد درست کار بکنه، 2 تا کار باید بکنم که اگر این کارو کردم یه حکومتی حتی اگر غاصبم باشه، ببین همون داستان، یعنی حکومتی که در رأسش امام معصوم نباشه به لحاظ شیعه غاصب حساب میشه، غاصب جایگاه امامت، جایگاه امام حال حاضر رو در واقع هستش. ولی حتی این حکومت غاصب هم اگر این 2 امر رو رعایت بکنه، از لحاظ کارآمدی حکومتی همون حکومت مشروطه ولایتیه رو به من خواهد داد. و این نکته بسیار مهمیه و چقدر در واقع به لوازم این حرف میشه پایبند بود، حالا باید ببینیم دیگه. 1. تدوین قانون اساسی. اول، مرتب داشتن یکی قانون اساسی، حالا چیزی که داره میگه، یکی قانون اساسی، یکی مجلس شورای ملیه. این قشنگ اومد توی مشروطه و گفتش که یه حکومت بخواد مشروط باشه، مقید باشه، عادل باشه، باید 2 تا چیز داشته باشه، یکی قانون اساسی، یکی هم مجلس شورای ملی. اول مرتب داشتن دستوره ها که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه لازم الاقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست کاملا وافی و کیفیت اقامه آن وظایف و درجه استیلاء سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن و خروج از وظیفه نگهبانی و امانتداری به هر یک از طرفین افراط و تفرید، چون خیانت به نوع است مانند خیانت در سایر امانات رسما موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت باشد، و چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آنهاست، لذا نظامنامه و قانون اساسیش خوانم. این کلمه قانون اساسی هم اونجا در ادبیات معلوم میشه که اون موقع وارد ادبیات شده بود. خب میگه آقا بعد یه قانونی وجود داشته باشه، تو این قانون همه چیز مشخص شده باشه، وظایف سلطان معلوم شده باشه، درجه آزادی ملت و اینکه تا چه حد زیر یوغ سلطان نیستن و تو کجاها آزاد هستن اینا هم باید توی اون مشخص شده باشه و در اونجا معلوم شده باشه اگر کسی از این وظایف تخطی کرد از صاحبان امر یا مثلا حاکمان یا متصدیان، اینا باید به جرم خیانت در واقع از دایره حکومتداری بیرون انداخته بشن و افراد دیگه وارد بشن و غیره. باعث انعزال میشه، این خیانت باعث انعزال ابدی میشه و عقوبات. انعزال ابدی یعنی از حکومت میندازیمش بیرون، ثانیاً مورد کیفر هم قرار میگیره. همه اینا به عنوان مثل یک نظامنامه و داره تشبیهش میکنه به رساله های عملیه که از اون موقع تقریبا باب شده بود. توی رساله های عملیه تقریبا از توی دوران قاجار باب شده بود که مراجع رساله عملیه می نوشتن برای مقلدانشون.
میگه این قانون اساسی مثل رساله عملیه است که چطور اونجا احکام هر چیزی رو بیان میکنن تو رسائل عملی، نماز چجوری بخون، معاملات چجوری انجام بده، تو قانون اساسی هم یه رساله عملیه سیاسیه که نسبت به نظام حکومتی در واقع داره مشخص میکنه چه قواعد و اصولی وجود داره. قانون اساسیش خوانند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استسقاء جمیع مصالح لازمه نوعیه جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود و مزید توضیح این امر و جهاتی که رعایتش در تمامیت این اساس لازم است بعد از این خواهد آمد ان شاء الله. همینجا میکوبه و میگه این قانونی که داره وضع میشه به عنوان قانون اساسی، تنها شرطی که داره، هیچ شرطی نداره جز این که با قوانین شرعیه مخالف نباشه. ببین داره میگه مخالف نباشه، نه اینکه عیناً موافق قوانین شرعیه مصرحه در متون فقهی باشه. اینو داره نمیگه ها، میگه مخالفت نداشته باشه. مثلا قانونی نیاد که بگه آقا شراب حلال مثلا میگه یا فلان. خب همین حرف تو قوانین شرعیه رو وقتی وارد میکنی دیگه کلی از قوانین آزادی خواهانه مدرن رو در واقع داری زیرابشو میزنی با این کار. مگه اینکه بخوای اون قوانین شرعیت رو حالا دوباره خوانش جدیدی ازش ارائه بدی و عوضش بکنی، وگرنه در حالت عادی اون قوانین شرعی که تو ذهن شماست آقای ناینی و تو کتابای فقهیت نوشتی و بهش معتقد هستی، اون همونا خیلی تهدید کننده در واقع حقوق ملت هست از پیش already و در نتیجه این که میگه عدم مخالفت، ببینید این مسئله حل نشده. واقعیت دیگه ما میدونیم دیگه، الان بعد از 150 سال 200 سال میفهمیم که این مسئله مخالفت با قوانین شرعیه، اینکه کدوم قوانین شرعیه، با چه خوانشی، کی کجا چی گفته، به چه اعتباری فلان، در قوانین ما این باعث در واقع گره پیچ در پیچ خیلی پیچیده و دشواری شده که باز هم نشده، هی داره کلافش اتفاقا در هم پیچیده تر میشه و مشکلات زیادی داره به جامعه ما در واقع تحمیل میکنه. این موضوعیه که باید متفکران در واقع حل بکنن. یعنی ظاهر هم به این نتیجه میتونیم برسیم بعد از 150 سال که این سیستم مشروطه قانونی با اون شرط عدم مخالفت با قوانین شرعیه در دامنه وسیعی از امور حقوقی و عملی در واقع جامعه با هم جمع شدنی نیستن و اگر بخوای جانب یکیشونو بگیری لاجرم باید یکی دیگر رو از دست بدی. همین مسئله در جمهوری اسلامی باعث شد که چیزی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام درست بشه. این امر نباید دست کم بگیری که این مجمع تشخیص در اثر این به وجود اومد که زمامداری و حکومتداری مدرن با اون قوانین شرعیه ابتدایی در تخالف و تعارض بود و این رو آقای خمینی تشخیص داد که باید در واقع مجمعی وجود داشته باشه که اگه تشخیص میده قوانین شرعی ابتدایی رو باید نقض کنیم. آقا عیبی نداره، حکومت باید حفظ بشه. خب این خودش یه در واقع پیشرفتی بود تو این مسئله، ولی خب ما میدونیم مسئله اصولی حل نشده. ببین اصولی حل، بحث در سر تعارضه، همیشه بحث سر تعارضه. کجا تعارض ایجاد میشه مشکل آفرینه، وگرنه در جایی که همسو هستن، مثلا
اسلام هم گفته ظلم نکن، قانون هم میگه آقا ظلم نکن. اینجا که با هم دیگه اختلاف وجود نداره. ولی تو مصادیق، توی مثلا حقوق زنان، تو حقوق نمیدونم اقلیت‌های دینی، نمیدونم حفظ حقوق کودکان فلان، اینجاست که زمامداری مدرن و حقوق بشر مدرن با قوانین شرعیه سنتی در تخالف هستش و متعارض میشن اینا با هم دیگه. اونجاها باید چی کار کرد؟ خب این داره شرطشو میذاره و میگه نباید مخالف باشی. یعنی چی؟ یعنی من اگر اومدم تو قانون اساسی میگفتم زنها با مردها مساویان از لحاظ حقوق، خب این صراحتاً با حق ارث، با دیه، با حق حضانت، با هزاران چیز شرعیه در تعارض هستش. اینجا باید چی کار کرد؟ کدوم رو باید ترجیح داد؟ معلوم نیست. اینا چیزای نیندیشیده‌ای بوده. یعنی اون موقع فکر نمی‌کردن که دامنه این داستان تا چقدر گسترده است و همینه که در واقع شیخ فضلاللهی بیرون میاد در برابر این حرفا و تشخیص میده تمام سیستم حکومت مدرن مخالف قوانین شرعی است. اون وقت میخوای چی بگی؟ اون حرفای کلی که ظلم نباشه، عدالت باشه، رقیت نباشه، فلان نباشه، اینا حرفای کلیه. محتواها چی میشن؟ تو محتواها وقتی که بگی آقا مسلمان با غیر مسلمان از لحاظ حقوق مساوی هستن، در حالی که تو شرعت گفته شده مسلمون رو اگر یه غیر مسلمون رو کشت نمیکشن به عنوان قصاص، اون وقت اینو میخوای چی کار کنی؟ چجوری میخوای این دوتا رو با هم دیگه جمع کنی؟ اینا چیزای نیندیشیده بوده اون موقع. دوم، یعنی ابزار دوم برای درست کردن حکومت ولایتیه، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نظاری از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامت وظایف لازمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملکت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است. اینجا داره میگه که ابزار دوم برای درست کردن یک حکومت عادله و مشروطه تشکیل مجلس شورای ملیه که یه سری آدمای عقلا، دانایان مملکت، خیرخواهان، آگاه به علوم، به مسائل بین الملل، به وظایف حاکمان، مقتضیات سیاسی، همه اینا رو آگاه هستن، میرن میشینن توی مجلسی به نام مجلس شورای ملی به عنوان قوه فکری و نظری حکومت کار میکنن، قوه علمیه مملکت. و چی کار میکنن؟ و تا اونجا که میتونن مراقبه میکنن، محاسبه میکنن و مسئولیت میخوان از دولت. و محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجراییه اند در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند. یعنی چی؟ یعنی اینجا داره به استقلال قوا اشاره میکنه، میگه قوه مجریه باید مستقل از قوه به اصطلاح مقننه که حالا نمیگه، میگه قوه نظارت، در واقع مجلس مستقل از قوه اجرایی است و اینا چیکار میکنن؟ ناظر هستن بر مجریان و بالا سر این به اصطلاح مجلس شورای ملی هم مردم هستن. در نهایت مردم بر همه اینا ناظر هستن و فتور در هر یک از این دو مسئولیت
موجب بطلان محدودیت و تبدل حقیقت ولایت و امانت به همان تحکم و استبداد متصدیان خواهد بود. میگه اگر اینا تو وظیفهشون کوتاهی کنن، یعنی این نظارت اتفاق نیفته، در واقع حکومت ولایتی تبدیل میشه به حکومت تملکیه و استبدادیه. در صورت انتفاع مسئولیت اولی و یا به متصدیان خواهد بود، در صورت انتفاع مسئولیت اولی و یا به تحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاع مسئولیت ثانیه. یعنی چی؟ یعنی اگر مجلسی ها در نظارتشون بر قوه مجریه دچار ضعف و فتور بشن و اخلال تو کارشون ایجاد بشه، باعث میشه که اون حکومت قوه مجریه به یه حکومت استبدادی تبدیل بشه. و اگر مردم بر این هیئت مبعوثه، داره میگه بر هیئت مبعوثه یا مجلس منتخبا، اگر هیئت مبعوث مردم بر هیئت مبعوثه نظارت نکنن، اینا دچار استبداد میشه. یعنی این نظارت باید باشه و اون حلقه آخر نظارت هم مردم هستن. مردم کی میتونن نظارت کنن؟ فقط وقتی که آگاهی داشته باشن. پس اینجا علم و فهم مردم از اهمیت برخوردار میشه. مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته‌اند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد. میگه آقا مشروعیت این رو از کجا میاری؟ مشروعیت این نظام در واقع مشروعیت این مجلس شورای ملی رو از کجا میاری؟ یا هیئت مبعوثان منتخبه رو از کجا میاری؟ باید بگی که کجا تو اسلامی همچی چیزی گفته. میگه توی اهل سنت و جماعت راحته، چون اونا یه آیتمی دارن به نام اهل حل و عقد امت که یعنی دور هم دیگه جمع میشن، اون منتخبان، اون اهل حل و عقد که میگن، اونا دور هم دیگه جمع میشن، میتونن برای مردم تصمیم بگیرن. یه مسئله شرعی هم هستش، هیچ مشکلی هم نداره. ولی شیعه چی؟ شیعه براش این مسئله جدیدتره. و اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده از مجتهدین عدول و یا معزونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است. و مزید توضیح این مطلب هم بعد از این خواهد آمد. میگه ما شیعه ها چی کار کنیم؟ میگه آها، ما تو شیعه یه چیز داریم به نام نایب خاص، نایب عام. نایب خاص همون 4 نفر اول بعد از غیبت امام زمان بودن که دیگه نیستن، نداریم نیابت خاص. یه نیابت عام داریم که علما هستن. علما و مجتهدین شیعه نایبان عام امام اصل در عصر غیبت هستن. خب اینها توی مجلس شورای ملی یه عده‌شون باید قرار داشته باشن یا یه اجازه‌ای داشته باشن از مجتهد مثلا اعظم زمان که بهشون اجازه داده باشه این کار رو انجام بدن. که چه اتفاقی بیفته؟ که اون مشروعیت نیابت عامی که علما از طرف امام زمان دارن و امام زمان در واقع اون مشروعیت رو بهشون داده که در احکام دخالت بکنن و یه جوری در واقع در حکومت رو یه جوری به اینها سپرده، مثلا تو گیومه اون اجازه به مجلس شورای ملی منتقل بشه که اینا از اون مشروعیت برخوردار بشن. اینگاری در واقع اون اجازه از اون بالا جریان پیدا میکنه تا میاد به مجلس شورای ملی
در واقع میرسه و اون رو هم مشروع میکنه و تصمیمات و قوانین اون مجلس شورای ملی رو هم مشروع میکنه به لحاظ دینی، به لحاظ فقهی. اینجا عبارت تنفیذ دوباره خیلی جالبه. این تنفیذه میمونه تا میاد تو قانون اساسی جمهوری اسلامی که اتفاقی که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی افتاده اینه که رئیس جمهوری وقتی که انتخاب میشه توسط مردم در حالت عادی همچنان نمیتواند فقط بر اساس انتخابش از سوی مردم به تصرف در امور اجرایی مملکت دست بزنه. تو اهل سنت میگه بر اساس اهل حل و عقد اون آدمایی که انتخاب میشن از سمت مردم به شرطی که اون شرایط عقلا و فلان دانایان مملکت داشته باشن، اینا بر اساس نص شرع دینی اهل جماعت و اهل سنت مشروع هستن که دخالت بکنن و تصرف بکنن در امور اجرایی مملکت. خب ولی در شیعه چون باید اون اجازه از سمت خدا بیاد و به پیغمبر برسه و به امام برسه و به عالمان دینی برسه، حالا عالمان دینی باید در رأس یا هیئتی در واقع تو اونجا قرار بگیرن، همون هیئت 5 نفره مجتهدین که توی متمم مشروطه در قانون اساسی مشروطه اضافه شد، باید قرار بگیرن که اون عدم مخالفت با قوانین شرعیه رو تشخیص بدن و به این ترتیب مشروعیتی رو برای اون به دست بیارن. خب این رئیس جمهوری اسلامی هم وقتی انتخاب میشه همچنان نمیتونه در امور مملکت به لحاظ شرعی حق تصرف ندارد مگر آنکه ولی فقیه حکم او را تنفیذ کند. لغت تنفیذ یعنی چه تنفیذ کند؟ یعنی ولی فقیه که به جای امام زمان مأذون و مشروع در حکومت اسلامی دخالت بکنه و تمام امور مملکت به دستشه و این ولی فقیه هستش که اجازه شرعی داره قوانین اسلامی رو اجرا بکنه، اون باید اون اجازه شرعی از سمت امام زمانش رو منتقل بکنه و سرایت بده به رئیس جمهور که رئیس جمهور هم فردا خواست یه دونه حکم بده که آقا فلان جا مثلا فلان خیابونو بکشید، فلان جا فلان کارخونه رو بزنید، این باید به لحاظ شرعی درست شده باشه. درست شدنش از کجا در میاد؟ از اون تنفیذ است. خب تا اینجا بحث رو متوقف میکنیم و انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم این مقدمه مؤلف رو که مقدمه در واقع طولانی هم هستش. خیلی ممنون، متشکر، انشالله تا جلسات بعدی.